سازمان آزادبخش خراسان مدعی است که 6 عضو طالبان را در تخار به قتل رسانده است. سلام بر شما. 22 سنبله و 13 سپتامبر است. سازمان آزادبخش خراسان به ارسال اعلامیه و ویدیویی به سنترال افغانستان مدعی است که 6 عضو طالبان را در ولسوج تخار به قتل رسانده است. آنان مدعی است که دیشب بر مواضع طالبان در ساحل میان شهر ولسوالی ولسوج تخار حمله کرده و بعد یک ساعت درگیری 6 عضو طالبان را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کرده است. این در حالی است که 2 شب قبل نیز یک گروه نظامی تحت نام محور مقاومت در کوته‌سنگی کابل یک عضو طالبان را کشت و دیگر را زخمی کرد. هر دو این جبهات با ارسال ویدیوهای حملاتشان به سنترال افغانستان مدعی است که به طالبان تلفات وارد کرده است. در ویدیوها نشان داده می شود که حمله تخار شب هنگام صورت گرفته و حمله کوته‌سنگی نیز صبح وقت انجام شده است. این جبهات مدعی هستند که در این حملات به افرادشان آسیب نرسیده است. طالبان اما تا به حال در مورد این ادعا اظهار نظر نکردند.